آینده رو چیکار کنم؟ سوالی که تو این روزها ذهنتو درگیر کرده. اما همه چیز آینده نیست، چون بخوام واضح تر بگم زمان از گذشته، حال و آینده تشکیل شده. گذشته که تکلیفش مشخصه، چه تلخ باشه چه شیرین، تجربیاتی رو برای حال و آیندهمون گذاشته. پس ما فقط با حال و آینده سر و کار داریم. حال دقیقاً جاییه که داریم تلاش میکنیم تا آینده بهتری داشته باشیم. اما بازم همه چیز آینده نیست. ما باید از حالمون که داره میگذره نهایت لذت رو ببریم. بذار یه مثال خوب برات بزنم. تا حالا شنیدی یکی یهو مرد؟ آره، اونم بی خود زندگی نمی‌کرد. اونم به فکر آیندهش بوده، ولی از حال هیچ لذتی نبرده. صرفا فقط نفس کشید و تلاش کرد. بحثم اینه، درست آینده میتونه ما رو به هدفمون نزدیکتر کنه، ولی جایی که ما هستیم اسمش حاله. جایی که الان داریم زندگیش میکنیم. اگه بد بگذرونیمش تبدیل میشه به یه گذشته به درد نخور که صرفا هیچ خاطره ای توش وجود نداره. از حال لذت ببر، چه کم باشه چه زیاد. میدونی میخوام اینو بهت بگم، اونی که پراید داره دوست داره بنز داشته باشه و حالشو داره بد میگذرونه. اونی که بنز داره لامبورگینی دوست داره و بازم حالشو داره بیهوده تلف میکنه. انسان موجودی سیری ناپذیره و هر چیزی براش تکراری میشه. یادته دوچرخه سواری با دوچرخه جدیدت چقدر توی بچگیت لذت داشت؟ آیا الانم از زندگیت لذت میبری؟ اون موقع چون آینده و گذشتت مهم نبود، از حالت نهایت لذت رو میبردی. الان که برات مهم شده، حالو از دست نده. کارهایی که دوست داری رو بکن. باشگاه برو، با دوستات بچرخ، یا حتی تنها بمون. از نظر من تنهایی با یه آهنگ درست میتونه حالتو خیلی بهتر کنه. در عین اینکه داری از حالت لذت میبری، برای آیندت هم تلاش بکن. با همدیگه سعی کن داشته باشی اینا رو تا یه زندگی بهتری داشته باشی از قبل. یادت نره ما داریم حال و زندگی میکنیم.